با سلام خدمت همه بینندگان عزیز برنامه کامنت. راستی چرا من سلام کردم اول؟ خیلی کار خوبی کردی، خیلی کار قشنگی کردی. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خب ولی مهران بینندگان سلامت که تموم شد این دفعه ریلو عوض می‌کنیم. من خبر میگم تو کامنت میذاری. خب شما خبر رو بگو، حالا سر اینکه کی کامنت بذاره بعد فکر می‌کنی. یادت یه بحثی کردیم که چرا رئیسی به وعده و وعیداش نمیرسه؟ من این دفعه همیشه این بحثو می‌کنیم. این دفعه دوزاریم افتاد که چرا خود رئیسی و وزراش به اون وعده وعیدایی که دادن نمیرسن، چون مشکلات بسا اساسی تر دارن. یه نمونهشو زرقامی رونمایی کرده. ببینیم پس. از جمله این کلمات خره. با خر خیلی میشه کلمه ساخت، با پیشوند و پسوند خیلی کلمات ساخته میشه. از جمله چیزایی که با این کلمه تشکیل میشه، از بفرمایید خرپول و خرزور و هر چی که شما بگید تو ادبیات عامیانه مردم، یا خرخونو میپرسه که آقا رئیس جمهور اگه خواست کسی رو عوض کنه بکنه. گفتم رئیس جمهور حقشه، باید بکنه. هم باید خر مسئولیتو یه وری سوار شن. هر وقت گفتم به پر پایین معطل نکنه، به پر پایین یکی دیگه بیاد سوار این خر بشه. اشکال داره؟ خب کامنت. این البته توی این وضعیت خر تو خری که نظام ولایت فقیه توش گیر کرده، انتخاب این کلمه و واژه سازی بر اساس اون چیز چندان عجیبی نیست. بله، اما سالها قبل از این امام دجالشون یک کامنت خیلی مختصر به همین حرفای پاسدار زرقامی داده بود که به نظرم اونو ببینیم. خیلی خری، خیلی خری. اینا همیشه میگن هرچی داریم از آموزه های امامه. دقیقا. یه نمونهش اینه. ببین در مورد این زرقامی من بگم، این همین داستان خریتشو ولش کن، یعنی یه پرانتز بگم، این وزیر چیه تو کابینه رئیسی؟ گردشگری و میراث فرهنگی. اینو برده بودن پاسارگاد مقبره کوروش رو ببینه. اونجا که رسید گفت عجب زمین خوبیه، چرا اینجا هندوانه نکاشتن؟ بعد گفت کدوم آدم بی سلیقه‌ای رفته اون بنا رو ساخته وسط این؟ گفتم بابا اون مقبره کوروش تازه دوزاریش افتاد که بابا این یکی از وزیر میراث فرهنگی هم. بله میراث فرهنگی هم هست. نکته بعدی هم اینه، این که اینقدر رو این کلمه خر حساسه بی ربط نیست. این یه حس هم نوع دوستی داره. البته من بازم از همه خرای عالم معذرت خواهی می‌کنم. این لازمه، اینو همیشه باید. اما بعد از این جمله پردازی ها و کلمه سازی های پاسدار زرقامی، مدیر عامل دزد کارخونه قند نیشکر هفت تپه هم با همین ادبیات تو همین مسابقه خریت شرکت کرد و شانس خودش رو امتحان کرد. اونم ببینیم. خر مال کسیه که سوار میشه. ما هم سوار خر شدیم، پیاده هم نمیشیم. تپه رو ول نخواهیم کرد. بله. این ابله قسمت خوبشه فعلا دیده. نمیدونه اونجایی که مردم بکشنش پایین از تمام خرسواری و خریت پشیمون خواهد شد. هفته پیش آخوند سلیمانی عضو خبرگان آخوندی و نماینده قبلی خامنه‌ای تو استان سیستان و بلوچستان توی بابلسر رفت که 4 میلیارد تومان از بانک پول برداره تو بابلسر. 4 میلیارد تومان؟ عجیبه که اینقدر کم. آخوند 4 میلیارد، این تو لقمه الصباح آخوند. همین این می‌خواست در واقع 4 میلیارد تومان برداره که اونجا معلوم شد که 420 میلیارد تومان فقط توی اون بانک پول داره، که احتمالاً می‌خواسته بره پول تو جیبی، پول خوردی برداره. این پول تو جیبیشه تو این بانک گذاشته. بله، ولی پول بر نداشت و به جاش گلوله نصیبش شد. حالا از اون روز از اون روز خبرگزاری‌های حکومتی شروع کردن به تکذیب که آقا اولا اصلا 420 میلیاردی در کار نبوده، بعد همین نمیخواسته 4 میلیارد تومان برداره، میخواسته 4 میلیون برداره. بله ببین مهران، تکذیب کردن یکی از ویژگی‌های این مقامات این رژیمه. طرف میره هر چرت و چولایی میگه، بعد میگه یا حرفمو تقطیع کردن یا اصلا نگفتم. حالا ویدیوش همه جا دنیا هست. احتمالاً این به اینجا ختم نمیشه، این تکذیب ادامه داره. عقب نشینی زنجیره‌ای. اصلا میگن ببین رفته بود پول بده به بانک، بعدش میگن اصلا آخوند سلیمانی نداریم، بعد میگن اصلا این تو بابلسر نبوده، بعد میگن اصلا بابلسر خود بابلسر کجاست، بعد میگن اصلا بانکی تو بابلسر. همینجوری ادامه پیدا میکنه. آخر ما میفهمیم نه شهری به اسم بابلسر داشتیم، نه آخوندی به اسم سلیمانی، نه شعبه بانکی اونجا بوده. همش کار معاندین بوده. مهران، این آخوند رئیسی چون فهمیده که یک بخش ویژه‌ای تو کامنت قطار پیشرفت داریم، دست به کار شده، خودش برای ما داره خبر تولید میکنه. این نمونهشو نگاه کنید. تولید فعال شده، اشتغال فعال شده،
چرخهای تولید راه افتاده، هزاران میلیارد از پول مردم و سرمایه راکد مردم به کار افتاده و هزاران شغل ایجاد شده. یعنی تمام دستاوردهای قطار پیشرفت و قطار کرد. بله دقیقاً. دیگه اصلا بین نمیشه گفت قطاری کمه جورایی براش. جت و اینا رو بله. رد کرده. آره دیگه دروغ هم که حناق نیست که کی به کیه، تاریکی، هر چی دلت میخواد بگو. 6 میلیون مسکنه که حل کردی، رشد تورم هم که منفیه، همینطوری بباف دلت هر چی میخواد ولی بگو. نه، میونه کلام در رابطه با اشتغال درست گفته ها. فقط اشتغال؟ اشتغال ببین رو- کجا این- گفته، من نه، ندیدم. نگاه کن، این خبر فراخوان استخدام 10,000 نفر در پارس جنوبی. اینو قبول 10,000 دارم. نفر استخدام اینو کردن. قبول دارم. این درسته. این درسته. ببین سیستم اشتغال اینطوریه. 10,000 نفر میگیرن، ازشون کار میکشن، هیچ حقوق و مزایا نمیدن، اخراج میکنن، 10,000 تا دیگه میارن. این دقیقاً سیستم کارآفرینی با دانش بنیان گرفته شده از خود خامنه ایه. اینو من قبول دارم. حالا در این نقطه میخوایم برسیم به اون جایی که قطار سری و سیر پیشرفت ریل عوض تو ما رو میکنه. از این قطار پیاده نه نمی‌کنی. یعنی از نقطه قطار تبدیل میشه به همون جته که گفتم. رفته ما نیم ساعت تو این قطار سرگیجه میگیریم. ببین چی گفته. امروز میزبان مدیرعامل ایران خودرو و مدیرعامل یکی از شرکت‌های سازنده سانتریفیوژ بودیم و امکان سرریز کردن فناوری تحصیل شده در صنعت هسته‌ای به صنعت خودرو را بررسی کردیم. بابک متوجه شدی چی میگه؟ نفهمیدم. داره میگه میخوایم پراید هسته‌ای درست کنیم. خدایا خودت رحم کن. بابا این پراید تو خیابون گوشه سپرش میگیره، انفجار آتش سوزی میشه، همه میگن ناپالم. اینو خود رئیس اداره راهنماییشون میگه. تو در نظر بگی که این پراید یه دونه سانتریفیوژ هم توش بذارن، یعنی هر پراید یه ایستگاه چرنوبیل منفجر شد تمام. حالا الان من برات معادله رو یه پله مهیج‌تر میکنم. اینو گوش تا کن. همینجا هم خیلی مهیج. اینو گوش کن. آیا می‌دانید خودروسازی های داخلی فلز حلب را سلایه کرده و مصرف می‌کنند و وسیله قتل هموطنان را فراهم می‌کنند، در صورتی که در دنیا خودروسازان از فولاد کم کربن در تولید ورق استفاده می‌کنند. بله، یعنی شما خودرویی رو تصور کن که اتاقش با حلب سلایه ساخته شده، بعد توش فناوری هسته‌ای هم هست. چجوری میشه این؟ چرا تصور کن، تو فیلمش هست، فیلمشو نگاه کنی. الان اون حلبه. بله حالا تصور نیاز نیست. رو ماشین ایرانی سیستم وصل میکنی دوب سوپ سوپ سوپس، اینم میشه نتیجهش. صدای سیستم گلگیر سلطان رو جر داده. این آشغال تو تصادف میخواد چه بلایی سرش بیاد من نمیدونم. از تصور بیرون اومدی؟ ماده. میگه از صدای کوبیدن بله، بلندگوهای بله. ماشین بله. اتاق ماشین ترک خورده. حالا فرض کن این بخواد سانتریفیوژ هم توش باشه، توش بچرخه سانتریفیوژه. آره دیگه آخوندا همه چیشون همین جوریه دیگه. وقتی میگن نظام مردم سالاری دینی یعنی یه آخوند همه کاره مملکت. جمهوری رو هم چسبوندن به سلطنت مطلقه فقیه. خب سانتریفیوژشون هم میشه حلبی دیگه. بله دیگه. یه چیزی تو مایه‌های پیتزای قرمه سبزی. دقیقاً. حالا من یه پیشنهاد دارم. پیشنهادم اینه که اول این ماشینای گاز روسی رو جمع مگه کنن. تو ایران هست مگه؟ الان بهت نشون میدم. بعد راجع به فناوری هسته‌ای در صنعت خودروسازی فکر کنن. این عکس‌ها رو ببین شما. این خودروهای گاز روسیه توی شمال گیلان. ببین این خودرو تاریخچه‌شو میدونی؟ مال جنگ جهانی دوم دیگه نه؟ جنگ جهانی دوم اصلا روس‌ها از خیر هزینه بردنشون نه سرفیس گذاشتن تو ایران. الان تو رژیم داره 200 میلیون تومان خرید فروش میشه. همین الان اینا رو ببره روسیه فقط یا موزه ها تحویلش میگیرن یا کارخونه‌های ذوب‌آهن. البته یه چیزی بگم، واقعا رئیسی به وعده وعیداش رسیده. قطار پیشرفت سوار شدی قیمت این دیگه. چیزی که باید اقتصاد مقاومتیه. چیزی که مینداختن دور تو مملکت‌های ایران، مملکت‌های دیگه 200 از میلیون صدقه سری آخوندا همین تو ایران باش هندونه جابجا یه فاکت می‌کنن. اثباتی قطار پیشرفت. راستی مهران این داستان مسموم سازی به کجا رسید؟ هیچی دیگه. وزارت اطلاعات بیانیه داد، بله. گفت دانش آموزان برای بازیگوشی یا فرار از امتحان در مدارس گاز فلفل یا بمبک بدبو زدن. بمبک. بله دیگه همه چی تمومه دیگه. مجرمو گرفتن. اینجور چیزا هم که به مردم برمیگرده سریع دادگاه، سریع هم حکم اجرا میشه. مسئله تموم شد. یعنی الان مجرم شدن دانش آموزا. بله دقیقاً. ببین چرا مجرم شدن؟ تو چراش منظورته دیگه. دقیقاً. ببین خامنه یاد باشه روز درختکاری اومد گفت
بگیریدشون اشد مجازات برسونید، منم عفو نمیکنم. اونا باید یکی رو بگیرن. باید یکی رو بگیرن دیگه. آقا مزما گفته باید یکی رو بگیرن. کیو بگیرن؟ خودشو بگیرن، آقا مزما رو، آدمای بیتشو بگیرن، اون بخش وزارت اطلاعات که مأمور شده این کارو بگیرن. کیو باید برن بگیرن؟ دانش آموزو بگیرن. خب دانش آموزو گرفتن، به اشد مجازات هم میرسونن که دیگه با خودشون گاز سمی و بمبک بدبو تو مدرسه نیارن. تمام رژیم اینطوری. مگه تو هواپیما اوکراینی رفتن حاجی زاده رو گرفتن، رفتن سلامی رو گرفتن، کیو گرفتن؟ یکی که اصلا ما نمیدونیم چی بوده، اسمش بوده اپراتور، حتی اسمش هم ما نفهمیدیم. این داستان گرفت بگیر تو رژیم اینطوریه. معمولا اون کسی که خودش مورد حمله قرار میگیره مجرمه. یادت هست که الان میگن دانش آموزا خودشون رو مسموم میکنن. گفتیم آموزه های خمینی همیشه هست. این امام ملعون یه بار گفته بود که مجاهدین خودشون رو شکنجه میکنن. این ادامه همونه. دانش آموزا هم خودشون رو مسموم میکنن. بله، به مسموم سازی دانش آموزا که میرسه دوربیناشون خراب میشه. بله. اما به جاسوسی که میرسه ببین چه دوربینایی درست کردن و چطوری هم تبلیغ میکنن اون دوربینا رو. خب رسیدیم به بخش پایانی و کامنت یک جمله‌ای. ببینیم عکسو با هم بابک. بله. یک جمله بفرمایید شما. این یک عکس نمادین از جنازه اقتصاد ایران تو مرد شورخونه که خاندوزی و رئیسی دارن میشورنش. بابا مرد شورخونه چیه؟ اینجا اتاق عمله. دکتر رئیسی داره بند ناف اقتصاد از دلار قطع میکنه. مرد شورخونه کجا بود؟ جدی میگی؟ آره بابا این رئیس چه نورپردازی هم کردن. این رئیسی که تا تصمیم کبرا بیشتر نخونده. یک دیوار هم جلوی زندگیش هست، دیوار عبور از کلاس 6. این اگه بره تو جراحی بشه دکتر جراح، احتمالاً هر بیماری بیاد بگه سرم درد میکنه گردنشو قطع میکنه، میگه جراحی شد تمام. بله. بینندگان عزیز، همراهان پیک شادی، کامنت این هفته هم به پایان رسید و تا دیدار بعد خدا نگهدار همه.